اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین و من تبع منهجهم و سلک مسلکهم الی یوم الدین. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم جای سپاسگزاری هست که شکر بکنیم به خالق منان که فرصتی برای ما داد که در خدمت شما عزیزان گران قدر باشیم و در مورد عقیده در پرتو قرآن و سنت بحث ها و گفتگوهای بکنیم. دوستان عزیز، موضوع این برنامه ما موضوع ایمان داشتن به آخرت است، چون ما آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر رسیدیم که این اساسات ایمان هست و ما با آخرت به اساس آیات قرآن عظیم شان ایمان داریم که یؤمنون بالله و الیوم الاخر. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از پیشان پرسان شدند که ایمان چی است، گفتن ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. خب، آخرت از کجا شروع میشه؟ مراحل آخرت، نخستین مرحله از مراحل آخرت سکرات الموت است و سکرات الموت آیت قرآن میگه که وجاءت سکرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. یعنی سکرات الموت یا همون جان کندن به حق میه، او همون چیزی است که شما از اونها فرار میکردین. پس و دیگه آیت قرآن میگه کل نفس ذائقة الموت و هر نفس چی است؟ سکرات الموت مستحق یا شیرینی و لذت مرگ میچشه. و در حدیث شریفی که ام المؤمنین عایشه صدیقه روایت میکنه و میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک مرگشان شد، میگه چی کردن؟ و بین یدیه رکوتون او علبتون. رسول الله صلی الله علیه و سلم دمو یک ظرف آبی را پیش رویشان گذاشته بودن، فیها ما فجعل یدخل یدیه فی الماء. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ داخل میکرد در دستای خود در آب، فیمسح بهما وجهه یقول لا اله الا الله ان للموت سکرات. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون ظرف آب گذاشته بودن، دست مبارک خود در آب داخل میکردن و میگفتن که ان للموت سکرات. واقعا مرگ چی داره؟ سکرات داره یا جان کنده داره. و در قسمت سکرات الموت ما و شما باید بفهمیم یکی از نقاط مهمه که وقتی انسان مرحله آخرت شروع میشه و سکرات الموت از اونا آغاز میشه، گپ بسیار مهمی است که در وقت سکرات الموت چی است؟ مجردی که انسان ملک الموت میبینه، اینجا دیگه باز توبه از قبول نمیشه. چرا؟ حتی فرعون هم در وقتی که ملائکه را میبینه فبصرک الیوم حدید، میگه چشمای شما بسیار حدت پیدا میکنه، یعنی پرده غیب برداشته میشه و در نزدیکی مرگ، چون نخستین مرحله آخرت است، انسان ملائکه را میبینه، ملک الموت میبینه، چیزهایی که در مقابلش از غیبیات کل از اونها را میبینه. بناهن این وقت است که باز عمل انسان و توبه انسان، و اگر کافری باشه مثل فرعون، حتی فرعون هم صدا کرد که آمنتم، ایمان آوردم، لکن ایمانش قبول نمیشه. و خطر از این است که وقت مرگ وضعیت بسیار خراب می باشه. انسان باید همیشه مرگ خود به یاد داشته باشه و خصوصا سکرات الموت. موضوع دیگه ای است که انسان مسلمان باید همیشه متوجه ازی باشه که در وقت جان کردن آخرین لحظات عمر انسان که است یا به حسن خاتمه می انجامه و یا هم به سوء خاتمه.
حاکم نیشابوری یک حدیث را روایت میکنه، میگه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخرین کلمه که از زبانش خارج میشه ای چی است؟ لا اله الا الله باشه، پس ای داخل جنت میشه. و در حدیث دیگه که بسیار حدیث امام بخاری هست، ای میگه که از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه، یعنی 40 روز انسان نطفه می باشد، ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح و یؤمر باربع کلمات. باز میگه 4 کلمه را ملائکه امر میشه که نوشته بکنه، یکتب بکتب رزقه و اجله و عمله و شقی او سعید. دیگه ای باز ای 4 چیز نوشته میشه، رزقش، اجلش، عملش و یا که ای شقی هست یا سعید است. فوالذی لا اله غیره ان احدکم لا یعمل عمل اهل الجنه. دیگه قسم است به او ذاتی که نیست هیچ کسی مستحق است که ذاتش عبادت شوه و یا عبادتش ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه، به او ذات که هیچ کسی مستحق از این است مگر او، که یک کسی از شما عمل اهل جنت میکنه تا ای که مثلا بین ازی و بین رفتن به جنت 1 ذراع باقی مانده باشه. ذراع بسیار مقدار کمی هست، مثلا شاید این ذراع بگوین، میگه به می اندازه. فیسبق علیه الکتاب، میگه کتاب سبقت میکنه، فیعمل بعمل اهل نار، الله حفظ بکنه، میگه 1 مرتبه عمل اهل نار میکنه، فیدخلها، پس داخل دوزخ میشه. و ان احدکم لا یعمل بعمل اهل النار، میگه یک شخص دیگه است که عمل اهل نار میکنه، حتی ما یکون بینه و بینه الا ذراع، میگه بسیار به اندازه 1 ذراع مانده باشه که به دوزخ بره. فیسبق علیه الکتاب، باز اینجا کتاب بالای ازی سبقت میکنه، فیعمل بعمل اهل الجنه فی، خب بس عمل اهل جنت میکنن، فیدخلها، پس داخل میشه به کجا؟ به جنت. خب این حدیث متفق علیه است، این امام بخاری و مسلم روایت کردن. خب پس خاتمه ما و شما مستور است، خاتمه مستور است. حالا اینجا یک سوال میشه که چرا خاتمه مستور است؟ و یا خوبتری است که به عوض چرا از نگاه ادبی ما میگیم که حکمت های مستور بودن خاتمه چی هست، که خاتمه به حسن خاتمه است و یا سوء خاتمه هست. حکمتش چی است؟ حکمت اولش است که انسان مسلمان همیشه در زندگی خود بین خوف و رجا زندگی بکنه، یعنی وسطیت حفظ بکنه، نه خوفش بسیار زیاد باشه که کاملا از رحمت الله محروم شوه و نه امیدش بسیار زیاد باشه که دیگه تمام گناه ها را بکنه و بگه که من خلاص من جنتی هستم، بلکه قلب انسان باید بین چی باشه؟ خوف و رجا باشه. و به می خاطر حکمت اولمی هست. حکمت دومی است که این انسان مسلمان کاری را انجام نده که منجر به سوء خاتمه ازی شود. پس ما میبینیم اموری هستن که سبب سوء خاتمه میشه. پس خاتمه مستور است. کدام کارها منجر به سوء خاتمه میشه؟ باز رو یاد میگیریم و میگیم و از این خاطر خاتمه مستور است تا که نشه. سومی حکمتش است که انسان مسلمان به اعمال خود مغرور نشه. یعنی بسیاری کسا هست که شیطان او را غرور میده یا اعجاب میده، بسیاری کسا هست بسیار از خود راضی میباشه و اگر این موضوع حسن خاتمه و سوء خاتمه را بفهمه هیچ وقت مغرور نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه آیا ما خاتمه هم با اینمی اعمال میشه و یا به اعمال زشت. و از این خاطر از بسیاری کسایی که به اعمال خود ایجاب داشتن 20 سال پیش آدم بسیار با شخصیت عالی بوده و مردم دست و پایش امروز میکنن، ولی امروز آثار را میبینی در وجود از او که شاید او در شرک و در کفر و در ارتداد داخل شود. پس انسان مسلمان با این شکل به اعجاب به نفس خود نمیکنه. دیگه چهارمی حکمتش است که گناهکارا را تحقیر نمیکنه. یعنی انسان مؤمن وقتی دید که یک شخص گناهکار است او را تحقیر نمیکنه. چرا که والا ما سب عبادت کردیم تو بسیار ضعیف هستی، میشه اونمو گناهکار در خاتمش مثل که 1 ذراع مانده باشه او بره به طرف جنت و همین شما که بسیار عبادت میکنین
یک دفعه خاتمه تان خراب شود و داخل به دوزخ برین. پس به این خاطر انسان مؤمنی که از حسن خاتمه و سوء خاتمه با خبر است، بناهن ای هیچ وقت گناهکارا را تحقیر نمیکنم. حکمت پنجمیش اجتناب از خود راضی بودن یا اعجاب به نفسهی. یعنی انسانی که ایره میفهمه که خاتمه مستور است، پس هیچ وقت این اعجاب به نفسهی نمیشه. اعجاب به نفسهی است مثل یک سیب است. شما وقتی یک سیب میخرین از بازار، سهل میکنین، بسیار رنگ خوب داره، سرخ است و زیبا هست، لکن وقتی که قطعی را میکنین داخلش سهل میکنین گنده هست. بعضی کسا هست که ظاهرشان بسیار زیبا و آراسته و بسیار عبا و قبا و همه چیزش جور است و عبادت و تلاوت و ذکر دیگه پاش هم جور است، لکن از داخل بسیار از خود راضی هست. این حال عقیده داشتن به مستور بودن حسن و یا سوء خاتمه سبب ازی بشه که انسان از خود راضی نمی باشه. چرا من نمیفهمم که آیا اینمی اعمالی که من میکنم به بارگاه الله قبول میشه و یا نمیشه. حکمت ششمیشی است که محتاط بودن در تمامی اعمال. پس انسان مسلمان باید همیشه در تمامی اعمال خود بسیار محتاط باشه. در همون تعهداتی که کرده که یا الله بغیر ذات تو ما ذات کسی دیگه عبادت نمیکنم، از این خاطر بسیار محتاط می باشه. بسیاری کسایی که موضوع را سطحی میگیره، بے پروا هست. اگر پیر آمد به پیر سجده میکنه، اگر قبر برابر شد به قبر سجده میکنه، اگر ذبح حیوان شد زیر پای عروس مرغ ذبح میکنه. هر شرکیات و کفریاتی که برابر شد ایره به تفاوتی میکنن. و یا مثلا قوانین، هر قانونی که برابر شد از او اطاعت میکنن، در حالی که تعهد کرده که من بغیر از شریعت الله چیز دیگه را تطبیق نمیکنم. این انسان که و یا بسیاری کساس تعهد سوم مشکنانن، هر طریقی که برابر شد میرن گاهی یک روز ببینی با دول رقص عبادت میکنه، با رقص عبادت میکنه، یک مثل اون دوها عبادت میکنه. طریقه های مختلف ایجاد شده است. انسانی که این موضوع را میفهمه که خاتمه مستور است، بسیار محتاط میباشه و از اموری که سبب از این میشه که خاتمه خراب شه از این خود حفظ میکنن. و حکمت هفتمش است که همیشه در فکر خود میباشه. انسانی که در سوی خاتمه را میفهمه همیشه در فکر از این هست، آینه را پیش روی خود میمانه. ما چی عیب دارم، ما چی غلطی دارم، ما چی گناه کردیم، عقیدیم چطور است، آیا همین اساسات عقیده که مثلا در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، در اطاعت از شریعت الله و در افعال الله، در کل از ما کدام مشکل ندارم؟ آیا تمامی احکام اسلام، آیا اخلاق ما درست است، آیا اعمال ما درست است؟ پس همیشه حکمت هشتمش است که این انسان همیشه در عذر می باشه و عاجزی می باشه و میگه یا پروردگار خاتمی مرا خوب بگردان، یا الله من از تو سوال میکنم. یعنی همیشه در عذر و عاجزی است، با وجود از اینکه ماها روزه گرفته، همیشه نماز خوانده، نوافل خوانده، فرایض خوانده و تمام عبادات انجام داده، باز هم وقتی که در یک آیت قرآن میشنوه که چی هست؟ امروز مجرما و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرما امروز از بین موحدین شما خارج شوین. یا آیات قرآن میخوانه که چی هست؟ وقتی که دوزخی ها در دوزخ داخل میشه و عذاب نار میبینن، این خودش چون از خاتمی مستور میترسه، پس همیشه در خوف و ترس می باشه و از الله عذر میکنه که پروردگارا من در جمله دوزخیان نباشم. دیگه یه حکمت نومیش است که به نسب عالی افتخار نمیکنه. بسیاری کساس وقتی که نسبش ما پیغمبر زاده هستم، ما خوجه زاده هستم، ما فلانی زاده هستم، به این اساس دیگه باز این تمام روز افتخار میکنه. انسانی که خاتمی مستور بفهمه، میفهمه که ولو که اولاد پیغمبران باشی، اگر ایمان از پیشت گرفته شد، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. حکم دوم توبه و گریه در شنیدن آیات عذاب و مشکلات دوزخی ها. و حکمت یازدهمش خوشی از رفتن به راه راست. اینال بهترین خب آل ایره ما خواندیم، لکن چیزی که قلب انسان راحت میبخشه این حدیث شریف است که عن عمران بن حسین قال قیل یا رسول الله. ببینین این بسیار حدیث مهم است و این امی مشکل تا اندازی بر انسان حل میکنه. عمران بن حسین میگه که قیل یا رسول الله، گفتنی رسول الله اعلم اهل الجنه من اهل النار، آیا اهل جنت از اهل دوزخ شناخته شدن، معلوم شدن؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال نعم. میگه ولی رسول الله صلی بله معلوم است، دوزخی معلوم است، جنتی معلوم است. قیل ففیما یعمل العاملون، چرا خیلی مردم عمل میکنن؟ دوزخی معلوم است دوزخ میره، جنتی، پس این عمل کردن چی نیاز است؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که
کل میسر لما خلق له. این بسیار قاعده قوی و دقیق است که رو باید متوجه باشیم. گفت که هر کسی برای هر چیزی که خلق شده امو برش میسر میشه. برای جنتی ها رفتن به جنت، راههایی که انسان به جنت میکشن برش آسان میشه. در عبادت خود، در اطاعت خود، در احکام الله، در تطبیق شریعت الهی، در کل ازی چی میباشه برش آسان میشه و او عمل میره. اما انسانی که او دوزخی هست و برش دوزخ نوشته شده، بازو چی است؟ امور راههای رفتن به طرف دوزخ که او عبارت از تکبر است، غرور است، تطبیق قوانین ضد شریعت الهی هست و همیشه از خود راضی بودن و اونمو صفاتی که ابا و استکبر و کان من الکافرین، اونمو برازو چی میشه؟ پس کل میسر لما خلق له. این پس انسان، پس وقتی که انسان عمل میکنه خوشحال باشه که الله مرا توفیق داد که عقیده مدجور کردم، خوشحال باشه. اون مثلا بسیاری کسا درس عقیده را میخونه، او کسی که جنتی هست و الله برش راه جنت باز کرده قناعت میکنه، والله ما در فلانی جای این اشتباه را داشتم، والله مادرم بر ما غلط گفته بود، والله پدرم برام غلط گفته بود، والله فلانی آخوند بر ما غلط گفته بود، والله ما در شرک مبتلا شدم، ببین در فلانی جای ما به غیر الله سجده کردیم، به قبر سجده کردیم، به پیر سجده کردیم، به فلانی سجده کردیم، عبادت الله را به غیر الله کردیم، در مقابل یک مخلوق ذبح کردیم، به نام مخلوق نماز خواندیم، به نام مخلوق نظر کردیم. پس این توبه میکنن و رجوع میکنن، پس الله برای راه جنت باز میکنه. اما یک کسی دیگه برعکس از این، وقتی که برش درس عقیده توحید درست گرفته شده فقط میشینه و قلم پیش خود میگیره که والا این غلط است، دروغ گفتی و این درست نیست، و برای از عقل خود دلایل شروع کرده میره تا بالاخره خود از این کفریات و شرکیات که میفهمه در او اصرار میکنه و بالاخره این در کجا میپرته؟ در دوزخ میپرته. و حکمت 12 چی است؟ اجتناب از ریاکاری هست. اینا وقتی که انسان مسلمان فهمید که خاتمه مستور است، پس هیچ وقت ریاکاری نمیکنن. چرا؟ ریاکاری کار برای مخلوق است و از این خدا نگاه میکنه. خب بعد از اینکه فهمیدیم آل اینجا اسباب حسن خاتمه و اسباب سوء خاتمه و علامات حسن خاتمه باید بفهمیم. اول علامات حسن خاتمه چی هست؟ حسن خاتمه علامات داره. اولش چی است که آخرین کلمه انسان از زبان انسان لا اله الا الله بره. وقتی شما پیش یک کس میشین که در آخرین سخنش از زبانش خارج میشه که لا اله الا الله، در همینجا ببینید حتی انگشتایش رو ببینید بلند میشه. بعضی شهدا رو شما سعی کنید که رنگش و یک انگشتش بلند است و میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینه پس یکی از علاماتش چیست؟ علامات حسن خاتمه امی هست. و علامت دومش است که عرق پیشانی هست. بسیاری وقتا میت پیشانیش عرق میکنه. وفات در روز جمعه است. یا علامات است که علما میگن که در نظر به احادیث و روایاتی که ثابت هستند وفات در روز جمعه یا شهادت در راه الله هست. امام احمد روایت میکنن عن المقدام ابن معدی کرب الکندی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که ان للشهید عند الله عز وجل قال الحكم 6 خصال، 6 خاصیت است. ان یغفر له فی اول دفعه من دمه، پس برای اولین قطره خون شهید که میریزه الله را مغفرت میکنه. و یرا قال الحكم و یرا مقعده من الجنه، و امو جایگاه خدا در جنت شهید میبینه، امو لحظه که شهید میشه. و یحل حلت الایمان، بر از او یک حله از ایمان داده میشه. و یزوج من الحور العین، به امرای حور عین ازدواج میشه. و یجار من عذاب القبر، و ای از عذاب قبر خلاص میشه. و یأمن من الفزع الاکبر، از فزع اکبر از این هم خلاص میشه. پس و یوضع علی رأسه تاج الوقار الیاقوت منه خیر من الدنیا و ما فیها، بالای از یک تاج وقار گذاشته میشه که یک یاقوت از دنیا و ما فیها کده بهتر است. و یزوج 72 زوجة من الحور العین، با 72 حور این ازدواج میشه. و یشفع فی 70 انسان من آخر، یعنی این شهید میتونه که 70 تن از اعضای خانواده خود چی کنه؟ این در مسند شفاعت بکنه. در مسند احمد آمده است.
علامت پنجم این است که مرد در رباط فی سبیل الله هست. کسی که در رباط در فی سبیل الله می باشه از حصون مسلمان ها چی میکنه؟ رباط میکنه و در مقابل دشمنای اسلام و کفار ایستادگی میکنه. این هست من رابط یوما او لیلتا کان له کصیام شهر للقائد. کسی که رسول الله صلی الله علیه و میگه که کسی که یک شب رباط بکنه، یعنی پهره‌داری مسلمان ها را در سنگر جهاد بکنه، یک شب یا یک روز، کان له کصیام شهر للقائد، مثل روزه یک ماهه کسی که بازنشست است از جهاد. و من مات مرابطا فی سبیل الله، و کسی که مرابط فی سبیل الله اجر الله له اجره والذی کان یعمل اجر صلاته و صیامه و نفقته. دیگه بر از اعمالش نوشته میشه از نماز و روزه و نفقه. و وقی من فتان القبر، و از فتنه های قبر. و امن من الفزع الاکبر. علامت ششمش چیست؟ وفات در هنگام انجام دادن یک عمل نیک. اگر یک کسی در لحظه که عمل نیک میکنه وفات میکنه، انشالله این علامات حسن خاتمه است. و علامات سوء خاتمه چیست؟ مخالفت ظاهر با باطن است. یکی از خطرناکترین علامات سوء خاتمه اینمی چیست؟ که انسان ظاهرش با باطنش یکسان نباشه. ظاهرا مسلمان است، دیندار است، با تقوا است، اما باطن از بی ایمان است، بی دین است، بی تقوا است و به تمامی گناه ها متواصل میشه. پس الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از اینی سوء خاتمه و از این خدا خلاص بکنیم. و الله متعال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که عمل بکنیم که خاتمه ما و شما را با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ختم بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك